انسانیت در رفت زندگی به هر کجا می رود، با هر نفر می نشیند، با یکی دوست می شود و از دیگر دور می شود. اصلا با آنهای دوست می شود که آنها نیز پیراهی انتخاب نموده او را انتخاب کردند، یعنی با آنها هم کسب است و هم کار. قهرمان نوبتی برنامه پیراها معلمه زباندان و سخنوری است که در زندگیش همیشه برای تازگی زبان مادری کوشش نموده و به جوانان صمیمیت زندگی را آموخته است. نامزد علم‌های فیلولوژی دوسنت حسنیگل طلبکова زاده ناحیه سویت ولایت کولاب امروزه ناحیه تیمور ملکی ولایت ختلان است. او در این دیار سال 1943 به دنیا آمده است. روزگار کودکیش به زمان جنگ بزرگ وطنی و سالهای نورسیش به سالهای بازسازی راست می آید. حسنیگل از زمره آن نفران بود که جنگ بزرگ وطنی سبب جدایی از پدر عزیزش شده است. بعد تولید حسنیگل پدرش را به جنگ می برند و او از آن میدان بر نمی گردد. همین گونه او از محبت پدر بی نصیب می ماند. زندگی زمان بازسازی مشکلات زیادی را به سر مردم بار نموده بود. مادر حسنیگل در قطار چندی مادران دیگر تنها فرزندانش را کلام میکرد. خوشبختانه یکی از برادران مادرش که دانش خوب داشت و به تربیت نورسان مشغول بود در پهلوی مادر حسنیگل میماند و تمام مسائل خانش را برای آنها دسترس میکند. وقتی که معلم عزیز تولد شدن پدرشون به جنگ رفتن و متاسفانه به مثل هزارها و صدها هزار نفر دیگر قربانی جنگ شدن و برنگشتن و تربیه معلم عزیز پر بر دوش مادر و برادر عزیزشون بود. برادر عزیزشون امام سیدعلی اصلا یکی از نمایندگان یکی از شخصیت‌هایی است که در رشد معارف منطقه ختلان از خودش گذاشتند و همیشه در کارمند سوهای معارف بودند، در سوهای معارف کار فعالیت میکردند و در خانه‌اش همیشه کتاب و دفتر بود و شاید همین محیط خانوادگی، همین محیط عائله‌ای بود که در ذهن و در ذهن حسنیگل خردسال علم و دانش، معرفت نقش گذاشته باشد. زمان کودکی حسنیگل در دامن دیها همراه مادر عزیزش با مشغولات‌های گوناگون سپری می شود. با مکتب میانه را در مکتب رقم 2 ناحیه تیمور ملک می خواند. زمان مکتب خانی با توصیه تقایش کوشش می کرد تا در تمام درس ها آماده باشد و نزد همسالانش پیش رفت. هرچند که مادر ایشون شخص با سواد نبودند، نوشته و خواندن نمی توانستند، یک حافظه عجیب، حافظه خیلی قوی عجیبی داشتند که یک دنیای ادبیات یا دنیای فرهنگ بود و این قدری که از افسانه، شعر و داستان ها، رباعی ها من از ایجادات دهانی خلق این قدر چیزهایی میدونستند شاید کم در کم باشد و همیشه شبها افسانه گویی میکردند، همیشه شعرخوانی میکردند و همین خصلت های مهر و محبت به فولکلور، دانستن حفظ کردن فولکلور در معلم عزیز ما که خیلی زیاد بود. من فکر میکنم که این از مکتب مادر است که خیلی و خیلی زیاد نمونه ادبیات شفاهی مردمی ما رو خوب میدونستند، زیاد میدونستند و همین رو به فرزندان خویش، بر نزدیکان خویش همیشه پیشنهاد میکردند. بعد ختم مکتب میانه حجت‌هایش را با توصیه مادر و تقایش به فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان، امروزه دانشگاه ملی تاجیکستان می‌سپارد و خوشبختانه در این درگاه معرفت داخل می شود. سالهای دانشجویی در دانشگاه کوشش میکرد تا در محفل زبانشناسی فعالانه شرکت نماید و در قطار دیگر دانشجویان فعال معروضه خوانی نماید. آن زمان شمار بانوان تاجیک در ساحه معارف خیلی کم بود. به این خاطر مهارت، دانش و خواهش حسنیگل را به نوبت گرفته استادان او را برای ادامه فعالیت در دانشگاه توصیه می‌دهند و او نیز این پیشنهاد را قبول می‌کند. از سال 1966 تا آخر عمر همچون استاد دانشگاه فعالیت نموده است. و وقتی که به کافدرا آمدم، البته نگاه میکنید که در کافدرا کدام استادا هستند، چه مقام مرتبه دارند، چه اصولی کار دارند. چون ما اکنون
اکنون معلم جوان به جاده تعلیم و علم وارد شدیم. البته با استادان سابقه دار پیروی میکردیم، از آنها چیزی می آموختیم، گاه نهان و گاه مثلا آشکار. و در همین دوره من با معلم شناسیدم. البته پیشترم وقتی ها داخل شویم من معلمه را دیده بودم، یعنی یک 5 سال پیشم معلمه را من همتون دیده بودم در قطار معلمان و اینجا کن از نزدیک گویا که همکار شدیم و معلمم هم در این سالها هم فعالیت آموزگاری داشتن، همچون پژوهشگر، همچون مثلا عنوانجو برای در آینده دریافت کردن درجه علمی فعالیت داشتن. یکی از معلمان بهترین، استاد بهترین، دوستی بهترین و عالم بهترین بودن. من که به همه همکار خیلی مهربان بودن. در همه حالت پهلوی استادان کفتر، مخصوصا در پهلوی استادان جوان کفتر که من هم جوانتر بودم، سال 73 کار بودم و یک از مصلحت‌های من در مورد استادای دیگر هم مثلا توجیه و معلم پروفسور قاسم و معلم با من هم مصلحتی بودن، هم دوست، هم یاردم در هر کار کمک می‌رساندن. هر از این معلم بسیار خوب بودن، استاد خوب بودن. درسش هم بسیار عالی می‌گذشت، بسیار خوب، ساده که دانشجو درک کند. در قطار عالمان بودن آن هنگام آسان نبود، زیرا بهترین دانشمندان وقت به فاکولته جلب شده بودند. برای آنکه که در قطار عالمان بماند برایش لازم می آمد تا در علم سهمگذار باشد. به این خاطر او کار علمی خود را در موضوع خصوصیت‌های لکسیکی و فرازئولوژی قصه مأوای دل رحیم جلیل می نویسد و آن را سال 1976 دفاع می نماید. و در همین سالهای 70 قصه مأوای دل یکی از اثرهای خواندنبابی نثر معاصری تاجیک محسوب می‌یافت و معلمان بسیار نظم کردند که همین اثری که به تازگی نشر شده بود و دسترس خواننده‌ها شد، اینا از نگاهی مثلا زبانشناسی، از نگاهی مثلا لغت و تعبیرات، فرازئولوژی تحقیق کردند و مقرری اولی رسمیشان ایرانشناس بسیار مشهور آنا زینویونا روزنفلد از لنینگراد مثلا، البته این رساله دقت او را جلب کرد که او همچون مقرری رسمی رازیگی دادن برای مثلا دفاع معلمه. همیشه با چهره خندان می‌آمدم به دانشگاه. گرچه مثل زندگی است، اون قسم اولاده بودن، فرزند داشتند، لیکن من یگان وقت ندیدم که با قواق آویزان بوده باشم و اون چیزی که در دلشون است، به این در خونه‌شون است، به همکارشون دیم. یک هر از این حرکت می‌کردم مصلحتی که به هر چیز جزئی دقت نکنم، بعد جوانان مثلا از این ناامید نشوند. در مسئله دوستی رفاقت باشد، من یاد دارم که همیشه مثلا در پهلوی معلم‌ها بودن، دخترای جوان که کار می‌کردیم و در پهلوی معلمان جوان دیگر و دیگری که به استادای کلان سخت احترام داشتن، مثلا به پروفسور توجیف، پروفسور قاسم و پروفسور کمال‌الدینوف که اینجا کار می‌کردن، رحیم خلیل دادخدایف و اردشیر کریموف که اونها عالمان و استادان بسیار شناخته بودن، بسیار احترام می‌کردن. این حال اونا هم اینا که سخت احترام داشتن. مثلا حسنیگل طلبک‌وا در دانشگاه سیمای زیبای مادر تاجیک را معرفی می‌نمود. غمخواری بپایان، نصیحت‌های مادرانه و پیش از همه طرز لباس پوشی و سخنگویی‌اش برای جوانان، به خصوص جوان دختران، نشانه عبرت بود. همیشه کوشش می‌کرد در تربیت شاگردان سهم داشته باشد. محبت معلمه را به دانشجویان به عنایت گرفته، راهبریت فاکولته معلمه را به صفت راهبری شورای زنان و دختران تعیین می‌نماید و معلمات طول 10 سالها در این وظیفه فعالیت می‌کنند.
آخر هم معلم طلبه که سال رئیس شورای زنان دختران بودن. یاد دارم که مثلا اون وقت یادتان باشد تحصیل بود با دوره پختچینی بود. 2 ماه 3 ماه میرفتیم موسیقی پختچینی و در دوره که من میرفتم میدیدم همیشه بعد از کارم در همراه دخترها بودن در وقت کارم و مثلا چی سنتی که دخترها بودن همیشه نصیحت کردن که مثلا راهی درست انتخاب کنن، مهنتی درست کنن. اگر بسیار مثلا زگو مثلا غمگین میشه بفهمن نگیش گمنه دور نیست، 1 ماه از این کار بگشته میره به نزد پدر و مادر. یعنی همیشه حرکت میکردن که روحیه مردم بردارن، مخصوصا همکار، مخصوصا دخترای جوان. معلم رو ما همچون علما، همچون دانشمند و در برابر این پیش از همه همچون انسانی نکوکار میشناسیم و احترام میکنیم. در مدت چقدری که ما معلم رو میشناسیم در فاکولته فیلولوژی به حیث رئیس شورای بانوان فاکولته کار و فعالیت میکردن، بوری نشده است که ما از معلم یگون صدای بلند شنیده باشیم یا بوری نشده است که در نشانی معلم، در غایب معلم از کسی سخنی بد شنیده باشیم. افتخار امروز ذکر میکنم که از شاگردان معلم محسوب مییابم. معلم با ما از فن لغتشناسی و کورس و سمینار اختصاص درس میگفتن. وابسته به سمت تحقیقات علمیشون با ما از نازکی‌های علم لغتشناسی و فرازیولوژی درس میگفتن. یعنی معلم رو در دایره علمی جمهوری ما و بیرون از آن همچون محقق سمت لغتشناسی و فرازیولوژی میشناسند و در این سمت الکی معلم عزیز اثر مقاله های بسیار پرارزش به طور رسانیدند که امروز آنها از زمره کتاب های رویمیزی محققان ساحه محسوب می‌یابند. خصوصا همچون بانو، همچون زن بسیار صفتی بلندی انسانی داشتند. همین با خرد و بزرگ به همه همین بسیار معامله نرم داشتند و اگر از خود خرد 1 سال خرد باشد اگر به او همیشه با پند و حکمت، با نصیحت، خصوصا از روزگارداری، از مثلا پژوهش، هر چی که مثلا از تجربهشان داشتند و هر چی که در تفکرشان داشتند با اونها مثلا مثل اپا، مثل مادر نصیحت میکردند. بسیار صحبت‌های گوارا و شیرین داشتند، بسیار لحنی مثلا ملیح داشتند. بسیار همین نمونه بهترینی همین بانوی همین مثلا تاجیک بودند. حسنیگل طلبکوه در دانشگاه به شاگردان اسرار سخنوری می آموخت و نزاکت و صرف و نحو زبان معاصر تاجیکی را به دانشجویان فاکولته های فیلولوژی، ژورنالیستیک، تاریخ و شهرشناسی یاد میداد. زیر تربیه او صدها نفر به وایه رسیدند و صاحب معلومات صحوی گردیدند. امروز شاگردان زیادش در وظیفه های گوناگون خواجگی خلق فعالیت میکنند و برای پیشروی وطن عزیزش سهم میگذارند. چون یک شاگرد معلمه از آوان دانشجویی از کورس دومی تا کورس 4 با راهبری معلمه کار کورسی نوشتم و در آخر رساله دیپلمی هم تحت راهبری معلمه دفاع نمودم و سال 2000 وقتی که منو به صفت محقق کارآموز کافدرا روحشان شاد باشد پروفسور طالب خسکشف قبول نمودن به معلمه دستور دادن که راهبری علمی مرا به عهده گیرد. روزهای اول معلمه برای ما همچون مادر، همچون استاد راهبری میکردن. با غمخواری ها و پیوسته به راهبری معلمه عزیز ما کار نامزدی خود را زیر عنوان خصوصیت‌های لغوی و معنایی زبان غزلات ابوالقاسم لاهوتی دفاع نمودیم. از سال 2002 وقتی که ما کار شروع کردیم در دانشگاه ملی با معلمه نزدیکتر شدیم. اگر در دوره اسپیرانتورا مقاله‌های اولینشان را در روزنامه‌ها مطالعه می‌کردم، بعد بود در مجموعه‌های علمی در موضوع
واژه‌های مقابل معنا و مرادفات و واژه‌های سر معنا مقاله‌های زیادی به نشر رساندند و یکی از استادهای زبردستی کافدرای زبان تاجیکی دانشگاه ما به شمار می رفتند. انسان بسیار خوش معامله، نیک نظر بودند، با اندیشه، فعالیت خوبی علمی داشتند. بسیار آموزگار خوب بودند، بسیار ذره‌چین. مثلا وقتی که به دانشجو درس میگذاشتند صحبت میکردند، بسیار فهما، بسیار روان، ساده صحبت میکردند که از درسشان هیچ خستگی احساس نمیشد. من چند بار به درسشان اشتراک کردم. همچون معلمه بسیار بودن، با هنر بودن، شیرگز بودن و در سخنشان همیشه سخن بسیار دستچین میکردند. ҳуснигул талбакова дар навиштани китобҳои лексикаи забони адабии тоҷик ва вожашиносии забони муосири тоҷик бо ҳаммуаллифии устодони донишгоҳ ва муаллифии китобҳои усули таҳлили луғавӣ ва фразеологии вожаҳо, забон ва услуби коргузорӣ, луғати антонимҳои забони адабии тоҷик, антонимҳои номӣ яке аз воситаҳои муҳими тасвир ва дурахши маънӣ мебошад. ҳамзамон ӯ муаллифи беш аз 100 мақолаи илмӣ аст. با کدوم سمت فعالیت معلم خوب و سمت فعالیت علمیشون خوب و مثلا فعالیت جمعیتیشون و خوب و خودی مثلا بگیم پهلوی زن مادر بودنشون نظر افکنیم، از معلم با ما چیزی خوب باقی مانده است. میتوان گفت که امروز جایگاه علمی نامزد علمی فیلولوژی دوسنت حسنیگول طالبکова در علم زبانشناسی تاجیک استوار است. در مورد شخصیت معلمه اگر ما ساعتها حرف زنیم کم است، زیرا از هر نفری که با معلمه عزیز ما در جریان علم و تعلیم در جریان حیاتشون برخورد کرده است، از معلمه فقط با نیکی یاد میکنند. امروز از هر کسی که در مورد شخصیت معلمه، در مورد سیمای ظاهری معلمه اگر پرسان شود، از اون کس با نیکی یاد میکنند و من هم حسنیگول طالبکова رو همچون رمزی واقعی مادری تاجیک در تصورات خویش گنجاندم. یعنی معلمه یک شخصیتی بودن که بسیار حلیم گفتار بودن، خوشبین بودن، فقط نیکبین بودن، نیکی کردن میخواستن. همین بود که یک دوره معین همچون رئیس شورای زنان فاکولته فعالیت نمودن معلمه و در همین دوره اگر تحلیل کرده برایم فکت و دلیل های زیادی رو دریافت کردن ممکن است که معلمه پیش از همه کوشش میکردن که رسیدگی کنن با اون مشکلاتی دانشجو دخترانی که از ناحیه‌های دوردست کوهستان بودند و در فضای شهر دوشنبه در فضای فاکولته با مشکل‌ها دچار می‌آمدند. یعنی معلمه تنها نیکی کردن می‌خواستند و انا همین پهلوهای مثبتی که من ذکر کردم معلمه رو به حیث یک شخصیت کامل، به حیث یک شخصیتی که مثلا واقعا مادر بودند، غمخوری مادرانه داشتن که این خصلت‌ها امروز نه به هر یک معلمه‌ای که امروز با علم و تعلیم مشغول است، با کار تحقیق مشغول است خاص می‌باشد. معلمه از خود هم با واسطه اثرهای علمیشون و هم با واسطه کار و روزگار و صحیفه زندگیشون برای ما شاگردان امروز یک چیزی باقی ماندن، البته چیزی خوب، چیزی که هم دستاورد علمی دارند. معلمه امروز وقتی که با ترجمه حال معلمه نظر میکنیم میبینیم که در اونجا چندین مقاله و مونوگرافی ها روی چاپ آوردگی هستند. یعنی معلمه هم در برابر آنی که عالمه بودن مادر خوب بودن، مادر خوب بودن و باعث افتخار است که از معلمه امروز فرزندان نامبردار معلمه هستند. و خوشبختانه امروز فرزندان معلم عزیز ما شخصیت‌هایی هستند که همه شخصیت‌های با معرفت، با سواد، شخصیت‌هایی که صاحب معلومات عالی، صاحب مقام مرتبه معین در جامعه امروزی ما در زمان استقلال میباشند و فرزندان ایشان در تحکیم استقلالیت در پیشرفت جامعه ما اون خدمت‌هایی که مادرشون کرده بود همانا باز
ادامه داده ایستادم. امروز از معلمه عزیز حسنگل طلبک و کتاب‌های نوشته فرزندان سالم و صالح و شاگردان زیاد مانده که همیشه نام استادشان ورد زبان است و از معلمه به نیکی یاد میکنند. شاعر به مورد نوشته است: بعد ما میراث در روی جهان آدمی و قدردانی های ماست.